خب دایسالار هستم با فصل جدید. کانال ما رو ساب کنید. آره دیگه داداش مرسی. این قسمت چگونه در فارم بگانه رو هستش. خب این مثلا نقشه فارم، این فانوس، این کلیساست، اینجا بگاه 1 بگاه 2 سعی کن بگانه دی. خب اینجا کجاست؟ بهتر اینجا کلیساست. لند کردی باید بری کلیسا، اطراف کلیسا بگردی. این بالا بگاهی اون دوتا سوله ها هستن، بگاهی کنت میذارن اونجا چون بالا شکوه، اسنایپر طرف میذاره. آره این ورم پیشش بگاهی 2 که بازم راه دیگه خودتون میدونید کجاست. این پایینش هم سمت راست کلیسا سعی کن بگانری هستش. اینجا یعنی احتمال بگاه رفتن 50%. نباید اینجا بپلکید. توی کلیسا بزرگ خوبه دنجه کنت میذارن ها، یعنی ولی سخت کنت میذارن. باید مثل آدم بازی کنی، نوب سگ بازی در نیاریم. خب اسم این استراتژی بود. اسم این استراتژی پامنگلی هستش. خیلی استراتژی مهمی، هر آدمی نمیتونه از اختش بر بیاد. کانال ما رو ساب کن مشتی. مرسی بای.